هم بیشتر ازش استفاده بکنیم. واقعیتش اینه که پارسال خانم دکتر سمی زحمت کشیدن و آقای دکتر ملا ظهور که اومده بودن یک دیداری از سلامت کرده داشتن. پیرو اون چندین بار توی مناسبت‌های مختلف دعوتنامه برامون فرستادن که بیایید از این مرکز دهکده سلامت ما دیدار بکنید که یک بار بالحق ما هماهنگ کردیم با یک از همکارای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و رفتیم و در اون برنامه تقریباً 12 روزه آقای دکتر ملا ظهور شرکت کردیم. درس‌های زیادی رو برای ما داشت، ما خیلی ایده گرفتیم، خیلی ارتباطات خوبی برقرار کردیم و من تصمیم گرفتم که اینجا اون نتیجه‌ای که از اون واقعا یه بررسی میدانی از حضورمون در اونجا گرفتم رو اینجا بگم که حالت یک کاربردی داشته باشه، بتونیم به یک کاربردهای عملی برسیم از بررسی که اونجا انجام شده و مشترکاتی که به این نتیجه رسیدم که ما اونجا داشتیم. یعنی اینکه زمینه‌های همکاری دو طرفه ما چی میتونه باشه. اینا حالا ایده هایی بود که من بهش رسیدم، به عنوان پیشنهاد مطرح میشه که انشاءالله پخته بشه توسط رئیس دانشگاه و هیئت تاجیک. توی این زمینه‌های همکاری ما میتونیم اولا که فهمیدیم که خیلی فعالان طب بومی در تاجیکستان به صورت رسمی میتونن کار بکنن. با یک دوره 6 ماهه یک مدرک طب خلقی بهشون داده میشه. یعنی این بحث ساماندهی خبرگان طب سنتی که ما هنوز موفق به اجراش نشدیم، به همت آقای دکتر ملا ظهور چندین ساله که در تاجیکستان اجرا شده و من فکر میکنم یه تعدادی از بزرگوارانی که در این جمع هستن همین طبیبان خلقی هستند و ما هنوز میتونیم چیزهای بسیاری از این طبیبان خلقی بیاموزیم، میتونیم از دانش اینها استفاده کنیم، چیزهایی که خودمون نداریم. و بعد میتونیم که کارهای تحقیقاتی مشترک انجام بدیم. خیلی زمینه برای کارهای تحقیقاتی مشترک وجود داره و اینکه ما متوجه شدیم که خب خیلی علاقمند هستند به طب سنتی، طب ایرانی و برخی از کتاب‌های طب سنتی ما به خط سیریلیک ترجمه شده. من نمی‌دونم آقای ظاهر تشریف دارن یا نه، یه اپلیکیشنی توی گوشیشون داشتن که کتاب مخزن الادویه ما به خط سیریلیک بود و کاملا از روش می‌خوندن. خیلی برای من جالب بود. خب ما میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. اساتید زبان فارسی مثل خانم ساجده هستن و دیگر بزرگواران که ممکنه من الان نشناسم و بتونیم که کتابای طب سنتیمون رو به خط سیریلیک ترجمه کنیم، چون این جامعه مشتاق هستش. باز کارهای دیگه‌ای که من میتونم پیشنهاد بدم انجام بشه همکاری‌های آموزشی هست. حالا ابتدایی ترینش میشه دوره‌های کوتاه مدت، ولی که ما حتی پذیرش در مقطع همین رشته خودمون PhD طب سنتی الان داریم. دانشگاه تهران دانشجویان خارجی تک و توک میان و اتفاق افتاده. حالا با درایت شما آقای دکتر حسینی ما اگر بتونیم با دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان ارتباط برقرار کنیم، ممکنه پزشکان عمومی اونجا مشتاق باشن بیان اینجا اصلا PhD بخونن، ولی ما میتونیم برای شروع از دوره‌های کوتاه مدت شروع بکنیم که دفتر طب ایرانی وزارتخونه برای بعضی جاها این کارو کرده. یعنی من میدونم تو ازبکستان رفتن دوره کوتاه مدت طب ایرانی گذاشتن، ولی خب تاجیکستان اولویت داره که زبانش فارسیه. حالا میتونن جمعی بشن بیان اینجا ما براشون دوره برگزار کنیم، یا میشه مدرس از اینجا فرستاده بشه. همه جوره امکان پذیر هست. حالا اینا ایده است که انشاءالله ما این ایده رو پخته بکنیم و اینکه اصلا ما بحث متوجه شدیم که از نظر گیاهان دارویی تاجیکستان خیلی غنیه. خب ما هم خیلی گیاهان داروییمون غنیه، ولی شاید ما بعضی از اقلامی که کمبود داریم بتونیم از تاجیکستان بیاریم. حالا اینا باید بررسی بشه. ما الان بیشتر اقلاممون داره از هند و پاکستان و افغانستان میاد،
شاید گونه های بهتر، سالمتر، با شرایط مناسبتر بتونیم از تاجیکستان بیاریم و بعد فراورده های دارویی دارن. حالا مثلا خود آقای دکتر ملا ظهور هم دارن، اگه بتونه مجوزهای لازم غذا و داروی ما رو کسب بکنه، شاید این فراورده ها حتی برامون مناسب باشه که وارد بکنیم. و بعد اینکه بحث همین توریسم سلامت، یعنی اینکه بیمار بپذیریم با توجه به اینکه بیمار فارسی زبانه، میتونیم به راحتی شرحال بگیریم، ارتباط برقرار کنیم. حالا بحث کلی توریسم سلامت که هدف کلان دانشگاه پزشکی همدان هست، ولی آنهایی که متقاضی خدمات طب سنتی باشن. مثلا اونجا دیدم بعضیا خیلی متقاضی هم ببینن حجامت ما چجوریه، حجامت ما رو دوست داشتن ببینن، تجربه کنن. حالا هم میشه بحث توریسم سلامت رو انداخت، بیمار بیاد اینجا، هم میشه پزشک فرستاد اونجا. من توی یکی از فیلم‌های یوتیوب آقای دکتر ملا ظهور دیدم که یه بیمارستان خوبی بود در یکی از شهرها که آقای دکتر میگفتن که چقدر خوبه طبیبای سنتی بیان مثل من اینجا طبابت بکنن، یعنی نیاز به این نیرو وجود داره اونجا، بسترش وجود داره، درمانگاهش هست، بیمارستانش هست. و در نهایت اینها چند تا ایده خیلی کوچیک بود که من مطمئنم حالا بعد از این دیدار ایده های بیشتری به ذهن هر دو طرف میرسه که ما میتونیم اینها رو پخته بکنیم و انشاءالله ماحصل این دیدار بتونه دستاوردهای عملی برای هر دو طرف باشه. حالا بتونیم این روابط رو ادامه بدیم. و حالا من خدمت آقای حسینی هم گفتم، برای من جای سواله که ما دانشجوی پزشکی داریم از کشورهای غیر فارسی زبان میاریم، ما چقدر سر کلاس با اینا مشکل داریم، چرا از تاجیکستان نیاریم که هم زبان ما هستن. من تو این اسلاید سعی کردم فوکوس روی رشته خودمون باشه، ولی حتی جا داره که ما دانشجوی پزشکی پایه هم بتونیم از تاجیکستان بیاریم. دیگه بیش از این من وقت دوستان رو نمیگیرم. باز هم میگم که به همدان خوش آمدید و از دیدارتون بسیار خوشحال شدم.